آزمون استخدامی معمولا تابع قاعده خاص خودش هست که من نمیدونم چرا الان چند سالیه که دستخوش یک سری تلاطماتی میشه که باعث نارضایتی مردم میشه. حالا امسال هم فکر می‌کردیم که حتما باید درست‌تر برگزار بشه، اما من مراجعاتی که در طول این چند روز گذشته دارم نشون میده که به هر حال یه تغییراتی ایجاد کردن که اعتراض عمومی داوطلبان رو داشته. مثلا گفتن که کسانی که در مدارس غیر دولتی تدریس کردن سوابقشون این گونه اعمال خواهد شد و البته خب خیلی ها اینجا اومدن به صداقت رفتار کردن و خب اعلام کردن که ما سابقه نداریم، بلکه رفتن مستندسازی کردن، سابقه برای خودشون درست کردن. این اصلا مفهومش واقعا برای ما قابل قبول نیست، یعنی که آزمون عمومیه و همه کسانی که واجد شرایط شرکت هستن باید شرکت بکنن. این که مثلا ما بیایم از پیش تعیین کنیم کسانی که مثلا سابقه دارن اونها حتی من دیدم در یه تلایی که کسانی که سابقه تدریس در مدارس غیر دولتی ندارن رو انگار حق شرکت هم گفتن ندارن، یعنی اومدن بلافاصله این معیار رو تغییر دادن. خب این اشکال جدی داره و باید حتما کسانی که آزمون رو برگزار میکنن پاسخ بدن و بیش از پیش اینقدر احساسات جوانای در حال ورود به خدمت جامعه رو جریحه‌دار نکنن. قطعا این موضوع از نظر ما موضوع قابل قبولی نیست. پس همونطور که کاربران یا معترضان به این مسئله گفتن، این باعث میشه که عدالت در جذب داوطلبان و معلمان به زیر سوال بره. شما با این موافق هستید؟ بله. شما فرمودید که این به هر حال یه اصول عدالت، بله، باید عدالت در استخدام رکن اول به اصطلاح مبحثی است که باید برگزار کنندگان یه آزمون اون رو رعایت کنند. این الان وجود نداره. در واقع با همین مؤلفه‌ای که آوردن شاخص عدالت رو میتونه کاملا اینجا بی‌اعتبار بکنه و طبیعتاً مورد اعتراض خواهد بود.